بعونك أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما خداوند از جمله این فرزندان رو بگردون. در تفسیرها ضمن همین آیه مبارکه بیان می‌سازند از آن جمله تفسیر قرطبی دو مسئله می‌آورد میگوید حضرت عمر رضی الله عنه زمان خلافت شد بالای خر نشسته بودند و مردم در اطراف شد در مدینه منوره می اومدند که یک پیرزن پیش راهشون گرفت و با شدت با حضرت عمر صحبت کرد و برای حضرت عمر گفت که كنت تدعى عمیرا، گفت من میدانم که طرف پیشتر عمیر میگفتم به اصطلاح میگیم عمرات عمرچه تصویر عمر ثم قیل لك عمر بعد استر عمر گفتن سلام شدی ثم قیل لك امیر المؤمنین امروز را امیر المؤمنین گفته خطاب میکنم فاتق الله یا عمر فإنه من أيقن بالموت و من أيقن بالحساب خاف العذاب. گفت که عمر از خدا بترس و درسته که هر کسی که اگر یقین داشته باشد که موت به سراغش می آید از فوت شدن خوف دارد، میداند که روزش فوت میشه و هر کسی یقین دارد که خداوند از او حساب میگیرد که هر بنده خدا گیرد حساب کشت دنیا را و اگر یقین دارد که حساب میگیرد خدا از او از عذاب میترسد. چند نصیحتی کرد حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر گوش میکردند، خیلی به درازا کشید این صحبت. مردم گفتند که یا امیر المؤمنین اتقف لهذه العجوز هذا الوقوف، یا امیر المؤمنین کاری دیگر نداری شما برای هم یک پیرزن اینقدر بسیار میایستید. هر کسی اگر وظیفه داره مسئولیت داره میدونه که وقت چقدر قیمت هست و امیر المؤمنین بود، رئیس یک محل، رئیس یک ناحیه، رئیس یک ولایت چقدر مسئولیت بسیار داره. امیر المؤمنین بود، خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم. در یک زمانی که لشکر اسلام یک قسمتش با امپریای روم یک قسمتش با امپریای فارس می‌جنگید، قدر مشکلات زیاد وقت خیلی قیمت بود، اما حضرت عمر رضی الله عنه یک پیرزن را گوش میکند و میایستد. بعد مردم شکایت کردند که هر یک کسی قدر وقت صرف کردی و چی میشه روش؟ حضرت عمر رضی الله عنه گفت والله لو حبستني من اول النهار الى اخره لازلت الا للصلاه المكتوبه. این مردم گفت قسم به خدا اگر این زن مرا از اول روز تا آخر روز منع کند من همیشه می ایستم را گوش میکنم مگر برای نماز مکتوبه که نماز میخوانم با اومده گوش میکنم. بعد گفت که میدونه این زن کی هست؟ گفتن این زن خوله بنت ثعلبه هست. این زنی است که التي سمع الله تعالی قولها من فوق سبع سماوات. این زنی است که خداوند شکایت این را از فوق هفت آسمان ها شنید، این را گوش کرد و در شأن حکم نازل کرد و مشکلی که داشت خداوند حل کرد. ایسمع رب العالمین کلامها ولا یسمعه عمر؟ پروردگار عالمیان سخنی را گوش میکند و عمر گوش نمیکند. این زنی بود که شوهر اوس ابن صامت برادر عباده ابن صامت بود. اینا از انصاری ها بودن. این زن هم از انصاری ها بود. با شوهرش کمتر نامراساگی می شود، بعد زیهار می خورد، میگه که پشتی تو مثل پشتی مادرم. وقتی که خیر گفت دیگه
او زمان جاهلیت کسی ایلام میکرد یا زیهار میخورد حرام ابدی میشه. اومد زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت کرد که این جوانی مرا خورد، برای چقدر فرزند تولد کرده، اون 13 سال شدم با من زیهار کرد. حکم این چی است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم طبق معمول هم وقت بودن که دیگر حرام شدی برای ابدا. گفت خداوند سنت جاهلیت را از بین برده است، یگان حکم نیست این بوده. گفت هیچی نآمده است. گفت یا رسول الله برای هر چیز حکم میآید، برای حکم نیست. محاوره کرد، مجادله کرد با پیامبر صلی الله علیه وسلم. حضرت عایشه رضی الله عنها میگن که من در یک گوشه خانه بودم، نمیدونستم چی میگم. بود که جبریل امین آمد و حکم نازل کرد. خداوند برای هم میگه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى الله. این زن شکایت به سوی خدا میکرد. والله یسمع تحاورکما ان الله سمیع بصیر. خداوند سمیع است، شنوا هست، بینا هست، دانا هست. حمد سپاس، حضرت عایشه میگه حمد سپاس برای خداونده که سمع او همه چیز را فرا گرفت، همه چیز را میشنود، اما همین که بنده شکایت کنم به سوی خداوند. بنیم شب که همه مست خواب خوش باشند، من و خیال تو و ناله های دردآلود. علما میگن که بهترین راه حل مشکل هر بنده یا مشکل خانوادگی هست یا مشکل دینی هست، مشکل دنیوی هست، هر مشکلی که دارد به سوی خداوند شکایت بکنه. حضرت یعقوب علیه السلام در سخت‌ترین حالت در یک غم جانگداز بود. وقتی که برای گفتن که همیشه یاد میکنی از یوسف و حتی که دیوانه شدی، حتی که بیار هلاک میشه به هلاک شدن نزدیک هستی، در جواب گفتی انما اشکو بثی الی الله. انما جز این است، فقط همین است، یعنی بسوی هیچ کسی دیگر من شکایت ندارم. انما اشکو بثی، بث یعنی بسیار غم، اندوه و زینی که انسان دیگر پنهان کردش نمیتواند. این بس و غم اندوه خود را بسوی خداوند شکایت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که از طائف بازگشتند و اومدن بعدی و قدر مشکلات پسی سر کردن، اون دعای معروف و مشهوره که در کتاب‌های سیره هست، همین را گفتن که اللهم الیک اشکو. از همین شروع کردن که الیک اشکو، یعنی علما میدونن که وقتی اگر جور مجرور مقدم شود افاده تخصیص میکند، خاص با سوی تو پروردگار رو شکایت میکنه. برای همین است که امروز هر مشکلی که داریم خداوند جل و علا باز بگردیم. الحمدلله که شبها هم دراز شده شدن، روزها کوتاه شده شدن، ساعتهای اخیر شب، یکی آخر شب وقتی نزول پروردگار هست میآید و میگوید پروردگار سه چیز از ما میخواهد. کی هست که استغفار کند گناهش را ببخشد، کی هست دعا کند که قبولش کنند، کی هست که سوال کند من عطاش کنند. و خیلی مهم حالت وقتی شکایت دعا است، وقتی طلب و مشکلات حل کردن است. همین است که مثلا خداوند جل و علا برای این قصه ها را در قرآن آورده است. وقتی که یک زن را شنید مشکلی را از فوق سبع سماوات حل کرد، خداوند سمیع و بصیر است، برای ما کافی است. خداوند جل و علا برای همه ما و شما توفیق در بندگی و استقامت در دین، توفیق طاعت و دوری از معصیت نصیب فرماید. و بار دیگر هم خداوند این برادر مبارک برای همه امورمون را خیر کند. خدایا چنین کن که انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله، جزاکم الله خیر. خدای عزیز مهربان در عمر جانتون در علم و حیات سان برکت زیاد نصیب کنه. فقط برادران عزیز یک چیز اشاره کردنی است از صحبت اکرم الله که اگر یک فایده ببرم، صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا دردت کند. این در صحبت ما و در جمع ما حضرت دامنا عبدالرحیم اکر دامنا حضور دارن. نوبت سخن را